درود بیکران بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه گروند فایل شیلد رو با هم دیگه ببینیم یعنی چی. این فلش سبزی که در کنار چراغ راهنمای رانندگی هست چه معنی داره، فرقش با چراغ سبز فلش دار چی هستش و معانیش چیه، چیکار باید بکنیم. سابسکرایب نکردین ویدیوهای جدید از دست میدین، لطفا با من باشید، سابسکرایب بکنید و اگر که خوشتون اومد در آخر میتونید ویدیو رو لایک بکنید، برای دوستاتون هم بفرستین، با من در ارتباط باشین در این اینستاگرام. همه اینها برای شماست که بتونید گواهینامه‌تون به سلامتی بگیرید. بریم ویدیو رو با هم ببینیم. خب براتون یک ویدیو آماده کردم که در کنار چراغ راهنمای رانندگی شما تابلو فلش سبز رو به سمت راست میبینید که بالا کنار چراغ قرمز نصب میشه. این یعنی که با وجود اینکه چراغ قرمز است ولی میشود به سمت راست برای راست پیچنده ها پیچید. یه سری چیزا رو باید رعایت بکنیم. اول اینکه شما باید سمت راست قرار گرفته باشین و شما باید یه کسی باشید که میخواید به سمت راست بپیچید. پس اگر میخواید مستقیم برید یا به سمت چپ برید این تابلو برای شما نیست. در درجه اول اگر که سمت راست میخواید بپیچید و تابلو فلش سبز رو میبینید و چراغ قرمز هست، شما راهنمای سمت راستتون میزنید و باید پشت هالت لینیه هالتینگ بکنید. خب باید توقف بکنید. اولش پس شد آن هالتینگ یا توقف 100%. این به این معنی نیست که راه باز شما هر چقدر دلتون میخواد برید. اون میشه چراغ راهنمایی روشن سبز رنگ. اونو جلوتر بهتون میگم. پس توقف میکنیم، حتما راهنمای سمت راست میزنیم و منتظر میشیم، ترافیک رو چک میکنیم که مزاحم کسی نباشیم و همونطور که گفتم باید کسی باشید که میخواید به سمت راست بپیچید. حالا که چراغ قرمزه من همه چیز رو رعایت کردم و باید حتما در لاین سمت راست قرار داشته باشید. حواستون باشه که مزاحم کسی نباشین، چه دوچرخه، چه پیاده، چه اون ترافیکی که اونجاست، چه اون اتوبوس و سواری و اینها. هیچ keine Behinderung oder Gefährdung anderer. مزاحم هیچ کسی نباشین و خطر هم برای کس دیگه ای که توی اون خیابون هست ایجاد نکنید. حالا شما میتونید آرام راه بیفتید و باز هم نگاه بکنید و باز هم نگاه بکنید که لاین سمت راستتون خالی باشه. ببینید دو جا وایسادیم، یکی توی هالت لینیه اولش توقف کردیم. این توی امتحان عملیتون خیلی خیلی مهمه. پس ما هر جا که توی ویدیو فاربن مارکیرونگ براتون توضیح دادم هالت لینیه حتما شما رو توقف میده بهتون. من اینکه چراغ شما سبز باشه، چراغ داشته باشیم، چراغ شما سبز باشه، اون موقع دیگه خط کشی هالت لینیر کاری نداریم، چون قرار نیست که هالتن کنیم یا آن هالتن کنیم. هر وقت که قرار شد آن هالتن کنیم مثل اینجا و قرار شد که به سمت راست برای مثال بپیچیم، ما اول توی هالت لینیر توقف میکنیم، چک میکنیم تو پیاده رو کسی نباشه، دوچرخه نباشه یا هر چی. اینجا ما یک وارت لینیه هم جلوتر داریم. باز قبل از اون هم یه توقف ریزی اگر که همه چیز صافه که آرام حرکت میکنید، ولی اگر که لازم هست و احساس میکنید یه مقدار ترافیک پیچیده است براتون، پشت وارت لینیه هم یک تمرکز و یک توقف کوتاه داریم. باز نگاه میکنیم، کنترل میکنیم، چون باز هم توی این 3-4 متر 5 متری که دارید میبینید ممکنه که یک نفر با سرعت در حرکت باشه. پس یک بار هم اونجا نگاه میکنیم و با آرامی راهنمای سمت راست زدیم. آینه هامون هم قبلش چک کردیم، چند بار چک قرار بکنید. یه دار تو هالت لینیه که وایسادیم آن هالتینگ کردیم، ممکنه همزمان با ما یک دوچرخه در کنار ما وایساده باشه، یا اسکوتر یا یک موتور. پس وقتی که دوباره راه میافتیم ما داریم خمون داریم طی می‌کنیم، راهنما زدیم، باز شوتابیلی که سمت راست یادمون نمیره و حالا به آرامی وارد خیابون میشیم. خب یه جمع‌بندی با هم دیگه بکنیم. اول پس شد ما سمت چپ بالا داریم می‌بینیم که ما باید پشت هالت لینیه توقف بکنیم. دوم اینکه باید از لاین سمت راست بپیچیم به سمت راست. اگر خیابون مثل اینجا دو تا لاین داره و یکیش به چپ میره یکیش به راست، ما فقط اجازه داریم از لاین سمت راست بپیچیم. سوم اینکه باید ما یک راست پیچنده باشیم، باید کسی باشیم که می‌خوایم راست بپیچیم و حالا اجازه داریم که از با توجه به که چراغ قرمزه بپیچیم یا تقاطع رو رد بکنیم. اگر که قرار مستقیم بریم به هیچ وجه ما اجازه نداریم این کارو بکنیم. راهنمای سمت راست هم زدیم، پشت هالت لینیه وایسادیم، توجه می‌کنیم که برای کسی اتفاقی نیفته، سمت چپ و راستمون نگاه میکنیم، دوچرخه، سواری، پیاده و هالت لینیه رو رد میکنیم. اگر مثل اینجا وارت لینیه هم داریم و خیابون یه مقدار عریض هست، با احتیاط پشت وارت لینیه هم یک توقف کوچیکی اگر لازم هست انجام میدیم که کامل این نگاه کردن شما مهمه. یعنی تو امتحان عملی این خط کشی ها
به شما میگه که اینجا باید توقف بکنی، بعد اونجا وارتلینیه داریم، اونجا باید توقف بکنی. معنیش این نیستش که اینجا وایسی نیم ساعت نگاه بکنی دوباره بریم اونجا وایسی نیم ساعت نگاه کنی. حتما این مهارت اگر هم بشه گفت یه کسی دست فرمون داره توی آلمان یا مهارت داره، به این معنی میتونه خودش رو نشون بده که هر چیزی به جای خودش به اندازه انجام بده. آن هالتن توی هالت لینیه، آن هالت لینیه وارتن یعنی اینجا روش نباید برین و چرخشو نروش. وایسادن یه مقدار طولانی تره، فقط واسه اینکه شما به خودتون بیاین و شرایط رو تشخیص بدین. میریم دوباره تو وارتلینی یه مقدار کمتره اگر لازم بود، اگر لازم نبود خیلی آروم از روش رد میشیم. فقط مهم نگاه کردن چپ و راست شماست، راهنمای سمت راست زدن، شورتابیلی کردن و بعد رفتن توی خیابون. حالا تو این ویدیو چند تا دو تا مثال کوچیکه که اصلا این به چه دردی میخوره. در کل برای روانی ترافیکه که اگر میشه شما برید توی تقاطع، اگر به یک دلیلی تقاطع مسدوده یا اینکه امکان اون کسایی که چراغشون سبزه امکان اومدن ندارن. الان تو این تقاطع ببینید اون کسایی که از سمت چپ دارن میان مجبور یه نفر که ماشین آبی رنگ هست به سمت چپ بپیچه و این تقاطع قفل شده. با وجودی که شما که ماشین سمت راست زرد رنگ هستین عملا برای سمت راست پیچیدن راهتون بازه. توی این بازی کوتاه شما قانون خواسته که ترافیک ایجاد نشه و ترافیک روان باشه و وقتی که شما بر کسی مزاحمتی ندارید شما میتونید برید. الان هیچ پیاده ای نیست، هیچ دوچرخه‌ای در حرکت نیست و شما به عنوان یک کسی که راست میپیچین دارید سمت راست میپیچید. اینجا هم در واقع همون تابلوی سمت راست تابلو هست، چراغ نیست. اینجایی که توی عکس توی فیلم دارید میبینید در واقع همون تابلوی سمت راست ما هست. تو این ویدیو هم میبینیم که دو تا ماشین رد شدن و کسی نمیاد که من مزاحمش باشم. حالا اون نفر سوم با من فاصله داشت توی انیمیشن و من رد شدم. حالا ببینیم که توی مثال بعدی الان پیاده ها وایسادن و ترافیک خیلی زیاده و من نمیتونم الان برم. هنوز چراغ اصلی قرمزه ولی من چون پیاده ها چراغشون قرمز شده، اونوری هم چراغشون قرمز شده، توی این چند ثانیه که هنوز چراغ هم سبز نشده این تابلو کوچیک به من میگه که شما به چراغ کار نداشته باش. اگر به محض اینکه دیدی تقاطع به شما اجازه میده شما بپیچین. این کارم باید بکنید. نه یعنی خوبه که آدم احتیاط بکنه ولی اون طرفی هم که اون پشت نشسته هستی و امتحان میگیره میخواد ببینه شما این تابلوها رو هم داری یه جورایی انجام میدی دیگه. حالا هی وای نسی تا چراغ واقعا سبز بشه طولش بدین. یه نکته دیگه ممکنه اون لحظه‌ای که شما از تقاطع راه میافتین چراغ پیاده ها واسه مسیرهای دیگه سبز بشه. خیلی با احتیاط برای این کار بکنید، همه جا رو به حواستون باشه، یعنی هم پشت چراغی که خودتون وایسادین هم سمت راست اون خیابونی که دارین میپیچین برای پیاده ها مزاحمت ایجاد نکنید. ببینید که چراغ اونها اگر سبز هست شما بهشون بر راه بدین. یه حالت خاص این تابلو داره، اونم برای موقعیه که با یک دوچرخه آمده باشد. این تابلو همون شرایط رو داره ولی نوشته نو عکس دوچرخه هم گوشه. فقط دوچرخه ها اگر که پشت چراغ قرار بگیرن میدونید که شما با دوچرخه یا اسکوتر هم موظف به اجرای قانون هستین. اگر هر جای قانون رو نقض بکنید جریمه میشید و مثل یک سواری باهاتون به عنوان یک فرک استایل نما به عنوان یک کسی که توی ترافیک هستین باهاتون برخورد میشه. پس اگر با دوچرخه هستین و این تابلو رو دیدین میتونید اگر که به کسی مزاحمت ایجاد نکنین، اگر سمت راست هستین، اگر دارید تغییر جهتتون رو شما راهنما ندارید ولی دارید با دستتون اینجوری اشاره میکنید که میخواید به سمت راست بپیچید، پس میتونید از این تابلو استفاده بکنید و به سمت راست بپیچید و برای ماشین ها نیست و فقط برای دوچرخه هاست. بریم با هم دیگه یه سوال هم توی امتحان ببینیم که در مورد این Grundpfeilschild اومده. میگه was ist bei dieser Ampel mit Grundpfeilschild erlaubt؟ چه چیزی با این چراغ راهنمایی رانندگی که این تابلو سبز رو داره اعمال میشه؟ چه چیزی مجاز هست؟ was ist erlaubt؟ چه چیزی مجاز هست؟ اولش میگه که rechts abbiegen nur wenn die Ampel grün zeigt. راست پیچیدن فقط موقعی که چراغ سبز هستش که این گزینه غلطه. ما راست میپیچیم با وجود اینکه علیرغم اینکه چراغ قرمز هست ما سمت راست میپیچیم، پس این گزینه غلطه. دومی میگه که rechts abbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherige anhalten sofern niemand behindert oder gefährdet wird. میگه از سمت راست میتونیم بپیچیم در صورتی که قبلش آنهالتن کرده باشیم سر چراغ و هیچ کسی رو به خطر ننداخته باشیم و مزاحم هیچ کسی نباشیم. بهیندرت یعنی که مزاحمت ایجاد، اختلال در
ترافیک و تردد پیاده، سواری، دوچرخه و هیچ کسی ایجاد نکنید. این گزینه پس میتونه درست باشه. rechts abbiegen ohne anzuhalten اشتباهه. راست پیچیدن بدون اینکه بخوایم توقف کنیم. پس این گزینه توی امتحان اگر بیاد به این شکل میاد. چراغ فرشدار روشن برعکس این هست و به شما میگوید که شما در تمام موارد حق تقدم دارید، یعنی حق اولویت دارید و میتونید از چهارراه عبور بکنید بدون اینکه قرار باشه به پیاده توجه بکنید. یعنی تمام چراغا قرمز هست و فقط مسیر شما سبزه و این چراغ خیلی خوبه به خاطر اینکه شما دیگه نیاز نیستش که به کسی توجه بکنید، به پیاده، عابر پیاده، همه چی قرمزه، تمام تقاطع‌ها قرمزه و فقط اون جهتی که فلش معمولا هم به سمت چپ هست برای شما باز هست. این تفاوت رو پس فقط توی این گزینه داریم. بقیه موارد رو با هم دیگه میبینیم و یاد میگیریم که بتونید به سلامتی تو امتحان موفق بشید. فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی.